لێستادا کاتێک ئێمە دەمان هەوێ شیکاری کۆمەڵناسی ئابووری سیاسی لە ئەم جوغرافیایە دابکەین ئەمەژە بە مێژووی پێش ئەم بزوتنەوەیە دەکەین یا مێژووی دوای ئەم بزوتنەوەیەدا و لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا ئێمە دەزانین کە کۆنفرانس و سیمینارایەکی زۆر تەرخان کردرا کە باسی ئەم شۆڕشەیان کرد باسی دروشمی ژینژان ئازادیان کرد باسی داهاتویان کرد کە چۆن ئەم شۆڕشە دەتوانێت سەر بکەوێ بەڵام یەک شت تێیدا کەم بوو یان نەبوو یا زۆر کەم بوو ئەوەش کۆنفرانسێکی وەها کە تەرخان کرابێ بەو ژنان کە لە ڕوانگای ژنانەوە ئێمە هەڵسەنگاندن و شیکاری بۆ ئەم بزوتنەوەیە بکەین ئەوڕۆ لەبەر ئەوە زۆر بە خۆشحاڵیەوە ئێمە لێرەدا پانێلێکمان هەیە کە هەوڵ دەدەین شیکاری کۆمەڵناسی بۆ ئەم سەرهەڵدانە کە سەرهەڵدانێکی ژینژان ئازادیە بکەین کە زمینە خۆش زمینەیەکە بۆ شۆڕشی ژن لەبەر ئەمە بەستە لەم پانێلەدا چوار وتاردەرمان هەیە کار کامیان لە بواری خۆیاندا زۆر پسپۆر و بازمونن و لە سووتی جیاوازەوە لە زاویەی جیاوازەوە هەولی شیکاری کۆمەڵناسی ئەم بزوتنەوەیە دەدەن داوا لە پانەلیستەکانمان دەکەین پانەلیستی یەکەممان بەڕێز سارا ئەفراسیابی ڕەها سابێت سەربەستانی و بەڕێز سومەیە ڕۆستەمپور و بەڕێز سوزان کەریمی تکایە بە بفەرمن هەواڵان بەڕێزان ئەمن دیارم بە کوردی سۆرانی قسە دەکەم جارەبار کرمانجێکشی تێکەڵ دەکەم دوستای عزیز فکر کنم که لازم باشه این رو به فارسی هم یادآوری کنم امروز من به زبان کردی صحبت خواهم کرد و از دوستان غیر کرد تمنا می کنم از اون امکانات ترجمه‌ای که اینجا فراهم شده که از طریق موبایل فون و اپ هستش استفاده کنن تا بتونن صحبت‌های من را متوجه بشن خیلی ممنون زۆر بەداخەوە وا دارە کێشەی تکنیکیمان ئەوڕۆ هەیە بۆ تەرجمە متاسفانه امروز ما مشکل تکنیکی داریم واسه ترجمه اما فکر میکنم که دوستان فارس هم تا حدی بتونن یا سعی کنید که من را امروز متوجه بشید ما باید از یه نقطه شروع کنیم فکر کنم که سعی کنیم همدیگر رو بفهمیم لازم نیست که همه زبانها را بتونیم صحبت کنیم ولی مهم اینه که تلاش کنیم که همدیگر رو بفهمیم و من سعی میکنم از واژه‌های فارسی هم در صحبتام استفاده کنم که دوستای غیر کرد هم متوجه بشن خیلی ممنون بله سخنران فارسی صحبت خواهند کرد یکم پانلیستی ئێمە کە لە دەستی چەپی من دانیشتووە بەڕێز سارا ئەفراسیابیە سارا دەڕوونناس نووسەر و فەمینیستی کوردە و ئەمڕۆ باسی ئینتەرسێکشناڵەتی لە بزوتنەوە یا جنبشی ژینژیان ئازادی دەکات سارا جان فەرموون 15 دقیقەتان کاتێ تکایە این میکروفون من فکر کار نمیکنه درسته الان خب اولا که سلام عرض میکنم خدمت همه خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم این 2 روز رو و ممنونم از دعوت شما
من یک تعریف خیلی کوتاهی از اینترسکشنالیتی خدمت شما میگم و بعد میرسم به بحث‌های بیشتر مثال و اون. اوکی، مرسی، ببخشید که بلند شدید. و به قیام ژینا و در نهایت هم میخوام صحبتام رو با یک روایت شخصی خودم از انقلاب ژینا در واقع تمام کنم، چون من به مسئله تاریخ شفاهی و روایت‌های زیسته انسان‌ها خیلی در واقع توجه ویژه‌ای دارم. به خاطر که وقت کم دارم سعی می‌کنم این بحث‌های در واقع خورده آکادمیک‌تر رو بخوانم و برسم به اون جایی که می‌خوام راجعش صحبت کنم. به دنبال انتقادهای جدی برخی از گروه‌های فمینیستی از جمله فمینیست‌های سیاه، تعریف ثابت و یکسان از زنان و مسائل اونا در دهه 1970 در واقع به چالش کشیده شد و منطق اونا هم این بود که اگرچه همه ما به عنوان یک زن و به دلیل جنسیتمون مورد تبعیض قرار میگیریم، اما این تبعیض برای همه زنان ثابت و یکسان نیست و برای بعضی از زنان در واقع افزایش پیدا میکنه. یه عواملی مثل تعلق به اتنیک، نژاد، مسئله طبقه، مذهب و حتی توانایی‌های جسمی و ذهنی زنها میتونه تجربه این در واقع سرکوب رو افزایش بده و میشه خلاصه تر اینجور گفت که سرکوب خیلی تحت تاثیر در واقع منبع روابط قدرتی هست که وجود داره بین مردها و زنها و حتی گاهن بین خود زنها. و یک مسئله‌ای که خیلی ارتباط مستقیمی داره و همپوشانی داره با مسئله تبعیض جنسیت، مسئله اتنیکه. وقتی که می‌خوایم وضعیت یک اتنیک رو در واقع بررسی بکنیم، وضعیت زنانی که به اون اتنیک تعلق دارن خیلی پیچیده‌تر از وضعیت مردها هست. مطمئناً همه ما، شاید خیلی از ما تجربهش رو داشته باشیم که زنان متعلق به یک اتنیک خاص، برای مثال کردها یا بلوچ‌ها، دسترسی خیلی محدودی به منابع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارن به نسبت زنان، حالا اگر اکثریت اونها رو صدا بکنیم، و کسانی که خب متعلق به اون اتنیک نیستن. یه مسئله دیگه که میشه راجبش صحبت کرد مسئله دینه. زنهایی که باز متعلقن به یک اقلیت دینی که معمولا حالا تو ایران به رسمیت شناخته نمیشن، معمولا باز تبعیض مضاعفی رو تجربه میکنن. یعنی در عین حالی که زن هستن و در واقع قربانی اون قوانین تبعیض آمیزی هستن که تو ایران نسبت به زنها وجود داره، در عین حال هم به دلیل اون مذهب غیر رسمی که حالا تو ایران به رسمیت شناخته نمیشه، مثلا یارسان ها، زنهای کرد یارسان، اینا هر دو تا ستم رو در واقع با هم تجربه میکنن و باعث میشه که خب وضعیت پیچیده‌ای به وجود بیاد. ولی یک مسئله هست که اون که وقتی که زنانی که بالا اگر بخوایم بذاریم زنان مرکزی یا زنان اتنیک اکثریت و اتنیک حاکم میخوان وضعیت این زنها رو در واقع بررسی بکنن، گاهن یک نگاه نژاد پرستانه اتفاق میفته و اونم اینه که زنان متعلق به یک اتنیک رو قربانی صرف مردسالاری، اون عناصر مردسالاری درون اون اتنیک میدونن و اینو خیلی نسبت میدن به فرهنگ و آداب و سنتی که توی اون در واقع اتنیک وجود داره و تمام عوامل اون مردسالاری دولتی، اون ستم ملی، ستم زبانی، ستم دینی رو در واقع انکار میکنن یا نادیده میگیرن و صرفاً میپردازن به آداب و سنت اون، نسبت میدن در واقع این خشونت رو به فرهنگ اون اتنیک. و در این حالی که زنها خب قربانی این مسئله در کنار مردها قربانی این ستم ها هستند، در این حال هم از سمت افرادی که از همون اتنیک هستن و مردهای همون اتنیک تحت فشارن که اون عناصر فرهنگ رو اتفاقا حفظ بکنن و این زنها رو در یک موقعیت پیچیده‌ای قرار میده که گاهن حتی به حذف اون زن، حذف فیزیکیش، چه به صورت خودکشی یا چه به صورت قتل‌های منتسب به ناموس در واقع منتج میشه. و این نگاه متاسفانه نژاد پرستانه نسبت به این قضیه هست و موقعیت زنانی که در واقع این یکی از
تجربه های شخصی منه، زنی که به یک ملت غیر فارس تعلق داره و وقتی که میاد در واقع به یک مسئله انتقاد میکنه، هم از طرف مرکز و هم حالا اون حکومت و اینا که جای خودش در واقع تحت نژاد پرستی قرار میگیره و محکوم میشه، هم از طرف افراد اون اتنیک. برای مثال وقتی که من به عنوان یه زن فمینیست کرد میام از یک قتل ناموسی که توی کردستان اتفاق افتاده انتقاد میکنم، هم حکومت که اصلا دیگه وضعیتش مشخصه، هم از حمله های نژاد پرستانه‌ای در واقع آسیب میبینم که نسبت میدن این فرهنگ شماست، این برای شما عادیه، این مردهای خود شما مشکل دارن، اصلا اون وضعیت اون فقیرسازی که دولت در واقع درش دخیل بوده، تمام اون تبعیض‌ها اصلا دیگه دیده نمیشه و فقط صرفاً به کرد بودن و نژاد ربط میدن قضیه رو. و از یه طرف دیگه مردهای کرد و گاهن حتی زنهای کرد هم من رو تخریب میکنن که تو داری آبروی ما رو میبری. و یک در واقع حتی منی که مثلا الان دارم در یک وضعیت که کشور دموکراتیکی زندگی میکنم و حالا اون از بخشی از اون در واقع تبعیض‌ها جدا شدم، باز هم تحت این فشار و تبعیض مضاعف قرار میگیرم. میخوام پیچیدگی این قضیه رو در واقع باز بکنم که صرف این که شما از اون محیط بیرون بیای به این معنی نیست که دیگه قربانی این تبعیض‌های مضاعف نمیشی. یک مسئله رو میخوام بهش در واقع اشاره کنم، اینه که اگر شما به عنوان یک محقق، به عنوان یک حتی انسان که هیچ کار تحقیقاتی هم نمیخواد انجام بده یا هر نوعی، اگر که بیاد در واقع زن رو بنابر فقط عامل جنسیت بخواد بررسی بکنه و این در واقع در همتنیدگی این تبعیض‌ها رو در واقع بخواد نادیده بگیره، یه تحلیل خیلی سطحی در واقع از زن میده و متاسفانه مشکلی هم که هست اینه که زنها رو صرفاً اون مطالبات زنها رو در واقع تقلیل میده به مطالبه، برای مثال در ایران، زن دگر جنس گرای طبقه متوسط شیعه مذهب و بقیه زنهایی که در این قضیه در واقع در این گروه نمی گنجن نادیده گرفته میشن و این خب این تصویر واقعی نیست. الان توی در واقع بیشتر از 5 دهه است که توی اکثر کشورهای جهان مسئله اینترسکشنالیتی در اولویت قرار گرفته. خب از فمینیست سیاه شروع شد و به در واقع منتقل شد، اما متاسفانه تو جامعه ایران که یک جامعه چند اتنیکی، چند فرهنگی و چند زبانی هست، متاسفانه این قضیه خیلی اونقدری که باید راجبش صحبت نشده و گفتم همون یک تصویر واحدی از مطالبه زنها را میده که در واقع تصویر واقعی هم نیست، همون جوری که در واقع فریبا بهش اشاره کرد و حرفای من در کامل کردن حرف فریباست. و میرسیم به قیام ژینا. قیام ژینا در واقع همون جوری که همه ما میدونیم معادلات قبل از خودش رو خیلی به هم ریخت و من این خیزش رو یک خیزش زنانه میدانم. حالا برخلاف اینکه هر بار اینو گفتم از طرف مردها خیلی در واقع مورد توهین قرار گرفتم، به نظر من یک خیزش زنانه است، چرا که از جایی شروع شد که در پایین ترین جایگاه امتیازات بود، از سوی زنهایی که قربانی انواع و اقسام تبعیض‌ها بودند، زنهایی که اگر حکومت در واقع بخشی از مردم رو فقیر کرد، زنان اون مناطق تحت ستم مضاعفتری قرار گرفتن. اگر گروهی به خاطر باورشان در واقع تحت فشار قرار گرفتن، زنان اون گروه تحت فشار مضاعفتری قرار گرفتن. یعنی این در واقع انگار که این زنانی که تحت این ستم مضاعف بودن، از دل این ستم یک مقاومت مضاعفی رو به وجود آوردن که ما شاهدش بودیم. اما باز هم تو این قضیه چند تا نکته هست. یکی این که اونجوری که روی مزار ژینا نوشته شد اسمش تبدیل به رمز مقاومت شد، اما این رمز در کردستان همچنان ژیناست، در خارج از کردستان مهساست و اسمی نیست که خودش، خانواده‌اش و دوستانش صدا کردن. حالا اگر بخوایم از مسئله تلاش مرکز برای مصادره این خیزش بگذریم، مسئله‌ای که هست اینه که برای چندین دهه است
مخالفان حکومت دقیقاً همصدای با حکومت اون نگاه نژاد پرستانه رو به ملت‌های غیر فارس داشتن و حتی گاهن در همکاری با حکومت تمام اون تلاش‌ها و مبارزات مردم کرد، بلوچستان و تمام ملت‌های غیر فارس رو در واقع با اسم رمز تجزیه طلبی سرکوب کردن و مسئله هم نبوده که در واقع بگیم فقط صرفاً از طریق آدم‌های عادی بوده و حالا کسایی که بگیم حالا اطلاعات نداشتن. نه، من یکی خودم این رو در بسیاری از فعالین سیاسی که دارن سالها حتی خارج از ایران زندگی میکنن و حتی دموکراسی و آزادی رو هم تجربه کردن و متاسفانه دیدم. و این در واقع تبعیضی که دوباره به وجود اومده و ما هر چقدر داریم از قیام ژینا عبور کردیم و داریم در بحبوح‌ها خورده اون التهابا کاهش پیدا کرده، این در واقع تعارضات رو داریم میبینیم و این تعارضات هم چیزی نیست که بگیم صرفاً با از بین رفتن جمهوری اسلامی قرار از بین بره. بله، ما به یک اتفاق سیاسی مثل سرنگونی جمهوری اسلامی واقعا نیاز داریم، چون خود جمهوری اسلامی عامل به وجود آوردن خیلی از این تبعیض‌هاست، ولی به هیچ وجه به نظر من اینطور نیست که اگر در واقع از بین روی سرنگونی جمهوری اسلامی لازم هست، ولی به هیچ وجه شرط کافی در از بین بردن این تبعیض‌های مضاعف نیست و در واقع ما به یک مبارزه متکثر و در واقع قدم‌های خیلی جدید و بیشتر نیاز داریم. نمیدونم چند دقیقه وقت دارم؟ 4 دقیقه. چون وقتم خیلی کمه، پس میخوام از تجربه شخصیم بگم. حالا من راجبش مقالم نوشتم و موجود هست، میتونید توی رادیو زمانه راجبش بخوانید. من تا قبل از قیام ژینا سارا افراسیابی بودم، نویسنده، فعال فمینیست، فعال حقوق زنان، اسامی که داشتم. ولی بعد از قیام ژینا و در واقع وقتی که اون موج دستگیری هایی که توی کردستان فعالین سیاسی و در واقع فمینیست های کردستان دستگیر شدن و اون نسل‌کشی که توی جوانرود اتفاق افتاد، من حوزه در واقع فعالیت هم و تمرکز فعالیت هم رو گذاشتم روی بازتاب اتفاقات کردستان و تحلیل اینها، چون من توی فضای مجازی فعالیت گسترده‌ای دارم و تمام اون تبعیض مضاعف و اون نادیده انگاری ها و بایکوت شدن های من از اونجا شروع شد. من تا قبل از اون خب میام روابط خیلی گسترده‌ای داشتم، هم با رسانه ها، هم با فعالین، با خیلی از فمینیستا و دردناکش اینجا بود که من قبلا هم زیاد مورد آزار قرار گرفته بودم، چون فمینیست بودم، چون کرد بودم، چون یک زنی بودم که داشتم حرف میزدم. ولی دردناکش این بود که این بار از طرف فمینیست ها و فعالین سیاسی و رسانه ها که ادعای در واقع دموکراسی دارن بایکوت شدن و تا این احساس اون موقع برای من این احساس به وجود اومد که من به فمینیست سیاه خیلی نزدیکترم. دقیقاً اون احساس به من دست داد که وقتی که من یک فمینیست کرد خودم رو در واقع هویت یابی میکنم، همه چیز در واقع متفاوت میشه و اون فمینیست مرکز، اون خواهر فمینیست تبدیل به یک خواهر بزرگتری میشه که از من توقع داره مطالبات اون رو در واقع منم تکرار بکنم، در واقع به دهن اون نگاه بکنم و اون هرچی که میگه من هم تکرار بکنم. و زمانی که من به عنوان یک زن کرد از حقوق اولیه‌ام حرف میزنم، زمانی که میگم من حق آموزش به زبان مادریم رو میخوام، من حق تعیین سرنوشتم رو میخوام، دیگه من نه خواهر فمینیستم و نه دیگه اون همسنگر مبارزه با جمهوری اسلامی. من اون موقع خودم تبدیل میشم، یعنی از سوژه به ابژه تبدیل میشم به یک تهدیدی برای ایران یک پارچه فردا. و من حتی تا آزارهای روانی و کلامی بسیار زیادی رو تجربه کردم، نه از طرف مردم عادی، از طرف فعالین، از طرف فمینیست ها و قسمت دردناکش برای من اینه. و من اون موقع حالا به قول بل هوکس که این سوال رو قرار داد در مقابل فمینیست سفید، آیا من زن نیستم؟
آیا من زن کرد، بلوچ، عرب، ترک من زن نیستم؟ آیا من مطالبه ندارم؟ آیا قرار دوباره توی فردای ایران آزاد به مثال تقریبا 44 سال گذشته و چه بسا 100 سال گذشته من دوباره قرار استثمار بشم، دوباره قرار من وایسم ته صف تا وقتی که نوبتم بشه؟ و زمانی که اون فمینیست مرکز هیچ درکی از چالش ها و در همتنیدگی این تبعیض ها نه نسبت به من فعال اون ملت و نه حتی نسبت به اون تبعیضی که اون زنان دارن تجربه میکنن که فریبا به درستی خیلی ازش مثال آورد دیگه من نمیخوام تکرار بکنم، وقتی که از این در همتنیدگی هیچ در واقع درکی نداره و امتیازات انقدر اون رو کور کرده که فقط فکر میکنه مطالبه یک زن فقط حجاب، فقط چه میدونم حق طلاقه، ولی نه اون زن بلوچ کم برخوردار بدون شناسنامه یا اون زن کرد یارسان قبل از اینکه به حجاب برسه اول باید شناسنامه دستش باشه، اول باید به رسمیت شناخته بشه تا بعد حالا برسیم به خواسته های در واقع بیشترش. و همون جوری هم که بازم تکرار میکنم بلوکس میگه که حاشیه جایی نیست که ما بخوایم ترکش بکنیم، حاشیه جایی که من بهش تعلق دارم و بهش رانده شدم و قرارم نیست ترکش بکنم. و در عین حال این حاشیه مکانی برای انجام یک سری کنش‌های رادیکال که یک جهان جدیدی رو به وجود بیاره، همون جوری که ما توی بلوچستان این رو دیدیم و جایی که مردمش عمیق‌ترین لایه‌های ستم رو تجربه کردن و در عین حال پیشروترین شعارها و روش‌های مبارزه مدنی رو به تصویر کشیدن و یک بلوچستان جدیدی رو در یک سال اخیر در واقع آفریدن. حاشیه برای ما زنان غیر فارس جای برای انجام این کنش‌های رادیکال، گرچه وقتی که نادیده گرفته میشیم از طرف خواهرانمون ما ضعیف میشیم، ما آسیب میخوریم و مورد آزار قرار میگیریم، اما هستیم که روایت بکنیم و از دل این تبعیض مضاعف یک مقاومت مضاعفی رو رقم زدیم و خواهیم زد. مرسی که به حرفم گوش کردیم. سپاس بوی و سارا جان. من به احترام دوستای عزیز فارسی صحبت امروز خواهم کرد و فکر کنم که اون مشکل تکنولوژی ما فردا امیدوارم حل بشه که ما این شانس رو داشته باشیم که بدون استرس با زبان مادری خودمون این شانس رو داشته باشیم با هم گفتگویی داشته باشیم. با ممنون از سارا در واقع در رابطه با اون سلطه ها و کلونیالیسم های چندگانه داخلی و خارجی که با هم تداخل زیادی دارن صحبت کردن، از کلونیالیسمی که ناشی از روابط در واقع ناشی از تقاطع روابط قدرت برگرفته از همون سیستم مرسالار سرمایه دولت ملت است و چیزی که سارا بهش اشاره کرد فکر کنم جای تأمل دارد و اینکه صرفاً با از بین بردن رژیم جمهوری اسلامی ایران گارانتی زیادی نیست که ما در واقع بتونیم این سگانه دولت ملت مرسالار سرمایه را از بین ببریم و اینجاست که این سوال را پیش میاره که از خودمون بپرسیم چطور ما زنان میتونیم این را گارانتی کنیم و چه آلترناتیوی داریم، چه نوع سیستمی داریم، چه پیشنهادی واسه آینده بعد این جنبش داریم که بتونه با این کلونیالیسم ها و سلطه های چندگانه مقابله کنه و این گارانتی را به ما زنان بده که این مرسالاری که در یک پروسه چند هزار ساله به وجود آمده دوباره این انقلاب رو به تصرف در نخواهد آورد و یا حتی دوباره رشد نخواهد کرد و این سوال‌هایی است که فکر کنم بعداً ما میتونیم در موردش صحبت کنیم. اما الان ما اینجا یه پانلیست دیگه داریم که در دست راست من نشستن،
رها ثابت سروستانی. ایشان دکترای مطالعات زنان، محقق و مدرس مرکز مطالعات پیشرفته دانشگاه ترکوی فنلاند هستند و فکر کنم قابل ذکر است که به این نکته اشاره کنیم که رها جان از سال 2006 تا 2010 در زندان اطلاعات سپاه به صورت انفرادی بودند به عنوان یک زندان عقیدتی و فعال اجتماعی. امروز رها جان در رابطه با ایجنسی یا عاملیت زنان در این جنبش انقلابی ژینژیانگ آزادی صحبت خواهند کرد. بفرمایید رها جان. خیلی ممنون. خوشحالم که در خدمت شما هستم و بخشی از تحقیقی که در حال انجام هست رو درباره عاملیت زنان در جنبش زن زندگی آزادی رو خدمتتون عرض میکنم. همطور که عرض کردم این یک تحقیق در حال اجرا هست، اتمام پیدا نکرده و افرادی که باشون مصاحبه شده اکثرا افرادی بودن که در داخل ایران در این جنبش در 1 سال و چند ماه گذشته فعال بودن. قبل از این که نتایجی که تا کنون به دست اومده از این تحقیق رو در خدمتتون عرض کنم، شاید خوب باشه کمی بگیم که منظورمون از عاملیت یا ایجنسی چیه و چرا مهم هست که به این موضوع پرداخته بشه به عنوان چه فعالین و چه محققین و چه افرادی که مایل هستن که اون رو بدونن. در واقع عاملیت یا کنشگری یا فعال بودن یک جور توانمندی برای ایجاد تغییرات و به این معنا هستش که فرد چه در سطح فردی و چه در یک گروه و یا چه به صورت سازماندهی شده یا نهادی شروع میکنه به این پرورش آگاهی های خودش درباره این که چه قابلیت هایی داره و چطوری از این قابلیت هاش میتونه استفاده کنه برای تغییر محیط پیرامون خودش. این محیط میتونه یک خانواده باشه، میتونه جامعه باشه که درش زندگی میکنه، یه محله باشه، یا میتونه حتی وقتی که در زندان قرار گرفته. عاملیت زنان ایرانی یک تاریخچه داره و همونطور که در پنل اول هم مشاهده شنیدیم همه ما، این تاریخچه یک تاریخچه غنی هست که پشتوانه جنبش زن زندگی آزادی شد و عاملیت زنان در این دوره رو در واقع حمایت کرد و ذخیره های اون بود. اگه بخوام برگردم به مسئله عاملیت زنان ایرانی در بزنگاه‌های اجتماعی سیاسی علل خصوص میتونم از فمینیستای ایرانی با هر تنوع رنگی که دارن نام ببرم، ولی بیشتر هدف اونها در طول تاریخ اگه از بعد تاریخش نگاه کنیم مسئله حقوق زنان بود و این حقوق زنان رو در واقع بیشتر برای این عاملیت خودشون رو به کار می‌بردن که بتونن قوانین ضد جنسیتی رو تغییر بدن، قوانین یا حقوقی که مربوط به حقوق اجتماعی و سیاسی اونها بود. اما همینطور که درباره توی تاریخ سفر می‌کنیم و اشاره هم شد درباره شاید انقلاب مشروطه اولین باری بود که زنان به یه نوع عاملیت داشتن یا کنشگری، شاید میتونیم بعد فکری عاملیت رو در نظر بگیریم، بعد ذهنی اون بود. یعنی شاید برای اولین بار، این اولین باری که میگم نمادینه، شاید قبل از اون هم بوده، اما در این تحقیق بیداری زنان و آگاهی زنان در این بود که چه نقشی دارن در انتخابات مجلس و میبینیم که بعد از اینکه مجلس اول انتخاب میشه، چون اونا میبینن که مطالبات اونها بهش اهمیت داده نمیشه، اولین تلاشایی که میکنن گفتمان‌هایی بوده که در بین خودشون به وجود میارن این زنان و درباره چند موضوع اساسی صحبت میکنن: مدرسه برای دختران ما و مسئله سوادآموزی زنان و آگاهی‌های اجتماعی در خصوص مسائل بهداشتی و همچنین در خصوص اینکه چطوری میتونن شغل‌هایی داشته باشن که یک درآمد محدودی داشته باشه. عاملیت اونها در این محدوده صورت میگیره که در نوع خودش یک انقلاب بوده یا یک به نوعی یک جنبش اگر در طول تاریخ نگاش کنیم. سریع بیایم جلو به سمت در تاریخ پهلوی، همونطور که اشاره شد، شاید زنان عاملیت و کنشگری داشتن و خیلی قوی تر از دوره قبل از خودشون بود، اما چون در نهادهای دولتی محدود شد، هم یه نکات مثبت داشت، هم یه نکات منفی. نکات مثبتش این بود که اون از اونها حمایت میکرد در برابر تندروها
بنابراین وقتی که در نهادهای دولتی اونها فعالیت میکردن به نوعی از تندروهای مذهبی در امان بودن، ولی بسیاری محدودیت‌های هم براشون فراهم میکرد، از جمله این که محدودیت‌های دولتی در واقع نظارت میکرد در فعالیت‌های اونها. بعد از انقلاب اسلامی اتفاق خیلی جالب میفته، همونطور که اشاره هم شد قبلا. عاملیت زنان در واقع یک حرکت رو به جلو خیلی سریع داشته. اینکه زنان به خاطر پیشینه‌ای که گذرونده بودن در واقع عاملیتشون عاملیت تغییر اجتماعی بوده و به شدت در این زمان خودشون رو حتی به عنوان قربان، بسیاری از اونها خودشون رو به عنوان قربانی تعریف نمی‌کردن. این به معنای 100% زنان نیست، قطعا متوجه هستید، ولی وقتی که به عنوان عامل تغییر اجتماعی خودشون رو میدیدن و تعریف میکردن، بنابراین شروع کردن به شکستن تابوهای جنسیتی و این رو خیلی بلند تعریف میکردن. از جمله شکستن تابوهای جنسیتی نقش‌های سنتی بود که روابط اجتماعی اونها رو تعریف میکرد و این روابط اجتماعی رو ما میبینیم که مثلا حتی میخوام بگم در دوران جنگ و پس از جنگ عاملیتی که زنان ایران داشتن از هر پیشینه‌ای که بودن حقیقتاً یک مسئله مهمه، برای اینکه اگر اون زنان در اون زمان در دوره که جنگ بود و بعد از جنگ اون عاملیت خودشون، عامل اجتماعی خودشون رو به عنوان حمایت از خانواده و سطوح اقتصادی و اجتماعی گرفتن رو در واقع انجام نمیدادن، شاید جامعه ایران این حرکتی که توسعه اسمش بود رو در واقع نمیرفت جلو. موضوع بعدی که میخوایم درباره عاملیت در واقع این تحقیق به من حداقل نشون میده این هستش که عاملیت زنان غیر ایدئولوژیک بوده، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی و این زنان حقیقتاً به عنوان یک انسان که توانمند هست که مسائل جامعهش رو بشناسه، مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی رو بشناسه، محدودیت‌ها رو بشناسه و بخواد که برای تغییر اونها اقدام بکنه، برای خودش، خواهرانش و فرزندانش، چه دختر و چه پسر فرقی نمیکنه، این کار رو انجام میداد. بنابراین هم غیر ایدئولوژیک بود و هم به شدت ورای وابستگی‌های سیاسی محسوب میشد. بنابراین مهمترین عاملیت زنان بعد از انقلاب اسلامی به نوعی به چالش کشیدن ساختارهای پوسیده‌ای بود که هم نظام سیاسی و هم نظام ایدئولوژیکی، مذهب ایدئولوژیکی در واقع بر اونها تحمیل میکرد. و جالبه که این عاملیت زنان نه تنها در خود زنان بلکه در جوانان و در جامعه مردان هم تأثیر گذاشت، چنانکه مطالبات زنان و کنشگری اونها در کانون گفتمان سیاسی قرار گرفت در همه دوره‌ها و دهه‌هایی که بعد از انقلاب می‌بینیم. در جنبش زن زندگی آزادی مهمترین نکته‌ای که ما میدونیم شروعش در واقع از فعالان زن کردستان بود و شاید خیلی نمادین یه عملیاتی رو نشون دادن و این بود که در محل کشته شدن، در واقع محلی که آرامگاه مهسا ژینا امینی بود، به اعتراض جمع شدن، روسریای خودشون رو در آوردن و به یک صدا زن زندگی آزادی گفتن. این یک عملیات عملی بود که نشون دادن، ولی بدون عملیات شناختی چنین عملی امکان پذیر نبود و ما میبینیم که چطوری این عملیاتی که عملی بود به شدت و به سرعت نه در ایران بلکه در ورای مرزهای ایران حرکت میکنه، در ترکیه و کشورهای همسایه و حتی در غرب خودش رو نشون میده. تنین این صدا یک آوازی داره، یک نوتی داره که از قبل‌تر از اون میاد و من میخوام بگم نه فقط در چند هفته اول بعد از انقلاب به اعتراض بر حجاب اجباری به عنوان بازم یک عملیات عملی زنان آمدن بیرون که به خوبی بهش اشاره شد در پنل اول، در دهه 70 در دوره آقای خاتمی به خاطر تغییرات سیاسی که به وجود اومد و یک فضای آزاد اجتماعی فرهنگی به زنان داده شد، ما می‌بینیم که زنان به سرعت شروع کردن کانون‌ها و سازمان‌های خودشون و محل‌های برای گفتمان رو تشکیل دادن، مجله‌ها و فیلم مجله چاپ می‌کنن، مقاله می‌نویسن، فیلم‌ها و مستندهای درباره زنان ساخته میشه، کارگردانان زن میان جلو و
همین این باعث میشه که کمپین 1 میلیون امضا اتفاق بیفته و ما میبینیم چطوری زنان 2 مرتبه در همینجا 2 جور عملیات از خودشون نشون میدن. هم باعث ایجاد آگاهی و ترویج آگاهی در بین زنان میشن، با اینکه خونه به خونه میرن و درباره برابری جنسیتی و حقوق زنان صحبت میکنن، و هم این که در واقع وقتی که سرکوب میشن از جنبش سبز استفاده میکنن برای بیرون آمدن و در اونجا میبینیم که اون چه که آموختن و اون چه که یاد گرفته بودن رو به شکل مبارزه بدون خشونت در برابر نیروهای سرکوب میرن جلو، به طوری که در عکس‌ها و تصویرها هم می‌بینیم که دست‌های همو گرفتن، آواز می‌خونن و بنرهایی رو که نشان دهنده مفاهیم، در واقع جملات با مفهوم برای اون نوشته شده بوده حمل می‌کنن. این هم سرکوب میشه، ولی باز هم عملیات زنان ادامه پیدا می‌کنه با توجه به کمپین‌های مختلفی که صورت می‌گیره. مثلا کمپین نه به سنگسار، نه به لایحه خانواده، برای تغییر چهره مردانه مجلس حرکت میکنن، کمپین ورود به استادیوم و فعالین مختلف شروع میکنن به جلو اومدن، فعالینی که برای حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها کار میکردن. خیلی سریعتر بیایم جلو، دختران انقلاب رو داریم و اعتراضاتی که در برابر وزارت کار برای سیاست‌های اشتغال برای زنان اتفاق میفته. درسته که همه اینها عملیات نمادین عملی بود، ولی نمیتونیم خودمون رو روی این چشم بذاریم که بدون آگاهی چنین اتفاقی نمیافتاد. هرچی که سطح آگاهی بالاتر میرفت، عملیات عملی زنان اشکال متفاوتی رو به خودش میگیره و در نهایت جنبش میتو یا من هم که در واقع به نظر منم زنان در اونجا در واقع میخواستم بگن که ما قربانی در واقع ساختار پدرسالارانه و نظام ایدئولوژیک نیستیم، بلکه صدا داریم. اما بیایم مکانیزم تحقیق من در واقع یه مکانیزمی رو نشون داد که چطوری زنان عملیات خودشون رو در فضای اجتماعی ایران به جهت تغییر به کار می بردن. تغییری که واقعا تأثیرگذار بود، یعنی یه تغییر پایدار شاید بتونم بگم. یکی این بود که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، یعنی به شدت این شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام و اینا رایج بود بین زنان و حالا شبکه‌های دیگه و از اون استفاده میکنن به شکل مثبت. حداقل میخوام بگم درصد خیلی زیادی برای اینکه آگاهی ها رو بالا ببرن. موضوع دیگه که از مکانیزم‌های عملیات زنان بود، سبک‌های جدید در پوشش بود. به اشکال مختلف ما می‌بینیم زنان شکل پوشش خودشون رو تغییر میدن، از اینکه از یک شکل سیاه یک نوع پوششی به اشکال مختلف که بهتر از من شما می‌دونید و حتی لباس‌های مربوط به محل خودشون. فرصت‌های فراغت برای خودشون درست میکنن. این یه مسئله‌ایه که شاید خیلی از ما فکر کنیم که این زنان رفتن وقتشون رو تلف کردن، ولی در واقع فرصت‌های فراغتی که زنان درست میکردن جواب بود به عدم پاسخگویی دولت به نیاز اوقات فراغت جوانان و اون میشد ورزش، هنر یا حتی در کافی شاپ ها با هم می نشستن و گفتگو می کردن، یا در کتابخونه ها یا فرهنگ سراها دور هم جمع می شدن با هم گفتگو داشتن یا کارهای هنری انجام می دادن. تغییر روابط اجتماعی و جنسی یکی از مسائل بودی که زنان عملیات مهمی درش داشتن. نقش هایی که اونها پذیرفتن که نه فقط به عنوان یک همسر بلکه پارتنر به اشکال مختلف خودش، و این یکی از نکات مهمی بود که خیلی از تابوها رو در ایران شکست. کاری به خوب و بد بودن اینها ندارم، مسئله اینه که زنان چطوری عملیات داشتن در تغییرات اجتماعی. مسئله بعدی اشتغال آفرینی بود. زیباترین اتفاقی که بعد از انقلاب در ایران میفته با همه محدودیت‌ها این بود که زنان نقش خودشون رو در مسائل در درآمدزایی برای خانواده هرگز کنار نگذاشتن و همواره هم ابتکار داشتن و هم به اشکال مختلف اون رو نشون دادن. و نکته دیگه رهبری اعتراضات بود. نکته رهبری اعتراضات رو عرض میکنم به خاطر اینکه این واقعا بی‌نظیره. زنی که محدوده و در یک ساختار ایدئولوژیک داره زندگی میکنه بتونه بدون اینکه اینو بهش بدن خودش عامل رهبری و تغییر باشه.
اشکال کنشگری در کنشگری عاملیت من تونستم اون رو به 2 تا قسمت تقسیمش کنم. یکی بعد عملی که اشکالش رو گفتم و هممونم به یاد داریم، مثل آواز خوندن، مثل اینکه جلوی وسایل نقلیه که دختران به حساب بدحجاب رو سوار میکردن ایستادن، شکلات پخش کردن، کمک کردن به کسانی که اعتراض میکردن، برداشتن حجاب، بریدن مو، آتش زدن، رقصیدن، آواز خوندن، همه اینا اشکال عملی بود که ما دیدیم. شعار نوشتن، اعتراضات در مدارس، مادران داغ‌دیده‌ای که سخنرانی میکردن و حتی خبررسانی میکردن از دستگیری‌های فرزندانشون یا اعدام اونها، یا وقتی پشت درهای زندان به حمایت از بچهای دیگه که در زندان بودن با مادران دیگه میایستادن، ارتباطاتشون رو با فعالان زن خارج از ایران حفظ کردن، در سمینارها و گفتمانها شرکت میکردن، مصاحبه کردن و داستانهای خودشون رو گفتن، صادقانه گفتن. اینا بعدای عملیه. ولی من میخوام درباره بعد شناختی که خیلی قوی تری صحبت بکنم. بعد شناختی اون نه فقط از توی دانشگاه ها در اومد، نه فقط از توی اینکه اونها تحصیلات داشتن، بلکه نکته مهمترش این بود که اونها می آموختن از نسل های گذشته خودشون و این رویکرد یادگیری که در زنان وجود داشت، به خاطر حالا مطالعات دانشگاهی، به خاطر دسترسی به رسانه، به خاطر هر شکلی که هر چیز دیگه که فکر کنیم، حقیقتاً نکته بارز عاملیت شناختی یا بعد ذهنی زنان در ایران هست. نکته آخر و نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه که من عاملیت رو تونستم در 4 شکل در ایران در بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بگم. یکی دادخواهانه است. دادخواهانه به این معنا که اونها سخنرانی کردن، مصاحبه کردن، چه در محل آرامگاه فرزندانشون، برادرانشون یا خواهرانشون و چه در خود اجتماعاتی که داشتن و هنوز همین ادامه داره و خودخواسته مصاحبه میکنن، یعنی ویدیو پر میکنن و اون رو در شبکه‌های اجتماعی میذارن. بعد شناختیش بود به این معنا که به هیچ عنوان قبول نکردن که بی سواد به معنای که ناآگاه بمونن و همواره خواستند که بدانند و شرکت کردند و مشارکت کردند و بدانند. و این مقاومت اونها نه فقط در اجتماع بود و در شبکه‌ها، بلکه در زندان‌ها. کسانی که باشون مصاحبه کردیم گفتن که در زندان‌ها کلاس‌هایی دارن و اینا با هم دیگه صحبت میکنن و از هم یاد میگیرن در مورد چیزهای مختلف. و در مورد بعضی از اقلیت‌ها که محروم از تحصیلات بودن می‌بینیم که چطوری زنان این اقلیت‌ها مراکز یا مدارس محلی یا دانشگاه‌های زیرزمینی تولید می‌کنن. در اینجا میتونم درباره دانشگاهی که بهائیان تأسیس کردن صحبت کنم. روایتگری عملیات دیگه‌ای بود که به نظر من خیلی پررنگه. تا پیش از این شاید زنان به این اندازه روایتگر نبودن، ولی این روایتگری حقیقتاً تاثیرگذار بود در آگاهی جامعه و یکی کارهای در واقع نمادینی که سعی کردن انجام بدن، خلاقانه و خودشون مسئولیت اون در واقع عمل رو به عهده گرفتن. نهایتاً این که نقش این جنبش برای آینده ایران، همونطور که قبلا هم دوستان اشاره کردن افراد متفاوت، نه تنها مهم هست بلکه نشون میده که ادامه مبارزات تا به اندازه خیلی زیادی به این نکته اهمیت داره که تا چه اندازه زنان به نقش خودشون به عنوان عاملین تغییر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی آگاه هستند و میتونیم این رو تا اندازه خیلی زیادی به عموم زنانی که در واقع در این ماجرا هستند از تمام پیشینه ها در واقع مطرح بکنیم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون رها جان. خب رها در واقع به بعد دیگری که بسیار مهم در این جنبش انقلابی ژن آزادی بودن پرداختن و اون عاملیت زنان بود و اون این بود که زنان در واقع از یک ابژه منفعل که در خدمت سیستم مرد سالار سرمایه همیشه بودن، خود به یک عملیات فعال و خلاق تغییر پیدا کردن و به جای رسیدن که امروز جنبش انقلابی را در واقع دارن رهبری میکنن. خیلی ممنون از شما رها جان. وقت اینه که پانل رو با
پانلیست سوم ما یعنی سمیه رستمپور نفر دوم در دست راست من ادامه بدهیم. سمیه فمینیست و محقق کرد و مدرس جامعه شناسی در دانشگاه دیژون فرانسه هستند. ایشون امروز در رابطه با سیاست فمینیستی رهایی بخش صحبت خواهند کرد. بفرمایید سمیه جان. مرسی روژین جان. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و رفقا و یه تشکر ویژه از کسانی که زحمت این کنفرانس کشیدن. فرصت دیدن همه رفقا خیلی ارزشمنده. خیلی سخته صحبت کردن در کنار آدم‌های مبارز و با تجربه‌ای که خیلی بخش عمده‌ای از زندگیشون رو صرف مبارزه کردن، ولی به پاس همین من دوست داشتم شروع کنم بحث و با یاد از زندانیای سیاسی، رفقایی که در بندن، از زینب، سروناز، سپیده، ناهید، آنیشا، سوها مرتضوی که دیروز تولدش بود و همچنین دو تا از رفقایی که رفقای مبارز کردی که تازه به این جمع تو زندان اوین پیوستن، پخشان عزیزی و جواناسنه، و امیدوارم که این در واقع نور امیدی که از طریق خیزش قیام ژینا به ما تزریق شده بتونه در زندانم تداوم داشته باشه و داریم میبینیم که تداوم داره و اشکال جدیدی از پیوند داره بین فعالین سیاسی شکل میگیره. اینو خواستم بگم در راستای تمام ناامیدیایی که منم الان بهش میپردازم. یه امیدهایی هم هست، یه حلقه های شکل گرفته، یه پیوندهای شکل گرفته تا قبل از این تقریبا غایب بوده در فضای فمینیست. حالا من مشخصا امروز در مورد فضای فمینیستی در واقع کشور صحبت میکنم. برای همین شاید از امید شروع کنیم، از این حلقه های جدید. برای اولین بار فعالین فمینیست کرد با فعالین فمینیست بلوچ، فعالینی که در زندان هستن، قبلا برای ما سالها نمیتونستیم اسم زینب جلالیان رو بیاریم، نمیپذیرفتن که زندانی سیاسی فمینیستی محسوب میشه، در صورتی که بخش عمده‌ای از مبارزه‌اش رو صرف قیام کرده بود که شعار ژنژیان آزادی بود و این در مورد خیلی از فعالین دیگه هم در واقع وجود داشت و امروز اینها تغییر کرده و این خیلی تغییر امیدبخشیه. ولی همزمان خب بعد از 1.5 سال که با موانع جدی سرکوب دولتی حکومتی مواجه جنبش، بلکه به این دلیل مهم که کل خاورمیانه درگیر وضعیت خیلی نابسامانیه. مسئله فلسطین رو ما می‌بینیم قتل عام در واقع یک ملت به دست آپارتاید اسرائیل در سکوت مطلق جامعه جهانی که مشابهش رو کردستان هم تو دهه‌های قبل تجربه کرده، بلوچستان تجربه کرده، مناطق عرب نشین تجربه کردن و این اتفاق میتونه تکرار بشه. مصادره انقلاب‌ها، بهار عربی، سودان، کشورهای شمال آفریقا. بنابراین از یه جهاتی ما نه استثناء هستیم، از یه جهاتی هم خیلی استثناء هستیم. میشه به هر دو تا بعدش پرداخت. منتها بر اساس همین وضعیت ناامیدی که بعضیا از شکست قیام ژینا صحبت میکنن، بعضیا از افول قیام ژینا صحبت میکنن، در مناطق حاشیه‌ای کشور به نسبت مناطق مرکز در اوج جنبش ما با یک اتحاد و همبستگی و شور و اشتیاق مواجه بودیم. امروز در واقع برداشت من از کردستان، از فعالین سیاسی کردستان که میپرسم، اتفاقا اون روحیه اتحادی که خیلی به اوج خودش رسید در قیام ژینا الان نه تنها فروکش کرده، بلکه سطحی از ناامیدی و بی‌اعتمادی رو تونسته تا حدی به وجود بیاره. از یه جایی به بعد در واقع غالب شدن دیسکورس ناسیونالیسم انقدر فشار آورده به فعالین که از جایی به بعد دارن میگن که ما قرار نیست پیاده نظام جریان‌های دیگه بشیم. من با رفقای بلوچستان صحبت میکنم، همین در واقع انعکاس پژواک همین صدا رو از اونها میشنوم. الان مردم دیگه مثل اوج قیام ژینا امید ندارن که این اتحاد شکل بگیره، چون انگار جنبش در واقع مرکز میخواد این جنبش رو رهبری کنه، نمیخواد بخشی از اون باشه و ما هم دیگه نمیخوایم پیاده نظام جریان‌های دیگه باشیم. بنابراین چه جوری میشه در پرسش با فمینیسم بتونیم به این مسئله برگردیم و در این حال با این پرسش مهم چجوری ما میتونیم از تکثر جریان‌های فمینیستی، از تکثر تجربه‌های جنسیتی صحبت کنیم، در این حال که بتونیم یک جنبش واحد فمینیستی قوی و مستحکم رو در برابر نهاد مردسالار یا در مقابل دولت تا خرخره ضد زن در واقع بتونیم شکل بدیم. چجوری بتونیم بدون به قیمت کنار زدن تفاوت هامون بتونیم در مورد شباهت هامون به توافق برسیم و به عنوان ابزار مبارزاتی ازش استفاده کنیم. این هم یه پرسش نظری، هم یه پرسش به شدت سیاسی که استراتژی‌های سیاسی ما رو مشخص میکنه. برای همین من امروز تصمیم گرفتم در مورد دو تا فقط بعد کوچیکش صحبت کنم، یکی سیاست فمینیستی و یکی هم در مورد توجه به زمان
زمانهای تاریخی متکثری که در جغرافیای سیاسی ستم در ایران هست. حالا بعد از چیزایی که اتفاقایی که در قیام ژینا افتاده، ما توی دوره شاهد بودیم که مبارزین اجتماعی، کنشگران اجتماعی، کسایی که تو محیط کار، زنایی که تو محیط آموزشی، محیط کاری، محیط خانوادگی می‌جنگیدن با مرزسالاری، در برهه انقلابی تبدیل میشن به کنشگر انقلابی، به کنشگر سیاسی. و یک بار دیگه در دوران پس قیام که امروز ما توش هستیم، کنشگر سیاسی دوباره تبدیل میشه به کنشگر اجتماعی که این بار داره در واقع مبارزه‌شو از طریق تجربه روزمره‌ای که یک آرمان سیاسی رو پیشگام خودش داره از این طریق طی میکنه. یعنی ما از قبل با سطحی از کنشگری پیشاپیش آماده برای پیشبرد جریان فمینیستی مواجهیم. مسئله اینه که چه شکلی از سیاست رو تزریق کنیم. من سیاست فمینیستی رو در مقابل فمینیسم سیاسی به کار میبرم، به این معنا که فمینیسم سیاسی یک زمانی تابو بود، بعد میجنگیدی که فمینیسم باشی، بعد میجنگیدی که فمینیسم سیاسی باشی. امروز از معنای خودش تهی شده. امروز هیلاری کلینتون هم خودش رو فمینیسم سیاسی تعریف میکنه. راستگراترین فمینیست های ما، جنگ طلبترین فمینیست های ما که با هیچ مشکلی با اشکال استثمار علیه زنان ندارن، اونا خودشون فمینیسم سیاسی به این معنایی که رپرزنت میکنن، نمایندگی میکنن، بخشی از جامعه زنان رو معرفی میکنن. در صورتی که برای ما در خاورمیانه خصوصا پرسش فقط این نیست که 4 تا زن برن اون بالا بشینن یه فمینیسم سیاسی رو داشته باشن، چیزی که فمینیست‌های چپ به شکل فمینیسم 1% در واقع تعریفش کردن. مسئله اتفاقا همونطور که فمینیست‌های آمریکای لاتین نشون دادن، فمینیسم 99%. مسئله اینه که چجوری ما به یک شکل از سیاست فمینیستی با محتوای مترقی دست پیدا کنیم. چرا فمینیسم حداقل میتونیم بگیم در وهله اول سیاست فمینیستی مترقی چه چیزی، سیاست فمینیستی چه چیزی نیست. اولین چیز اینه که فمینیسم ناسیونالیست استعماری، یعنی فمینیسم ناسیونالیست که اشکال استعمار رو در استعمار داخلی رو در کشور به رسمیت نمیشناسه یا به برتری آریایی معتقده، یا حتی فمینیستایی که حاضر هستن حتی روی یه میز بشینن با رضا پهلوی که موجودیتش رو از مرد بودنش، از جنسیت برترش، از ژن برترش میگیره، اینها در اشکال جدیدی از سلطه زنان رو، سلطه جنسیتی رو بازتولید میکنن. از پیش اینها نمیتونن تو سیاست فمینیستی مترقی باشن. یا فمینیستای راستگرای نوع لیبرالی که هیچ مشکلی با اشکال استثمار علیه زنان ندارن، اینکه یه زن طبقه بالا یه زن دیگه طبقه پایین رو هم به شکل نژادی هم به شکل در واقع طبقاتی چیز کنه، در واقع استثمار کنه. پس این هم سطحی از روابط قدرت رو بازتولید میکنه. یا فمینیست جنگ طلب، فمینیست جنگ طلب هم اشکال جدیدی از خشونت علیه زنان رو از طریق جنگ طلبیش بازتولید میکنه. چیزی که داریم میبینیم قربانیای اصلی فلسطین اتفاقا در وهله اول زنان هستن، برعکس چیزی که گزارش ها داده میشه. ولی خب اگر سیاست فمینیستی مترقی نمیتونه اینها باشه، چه چیزی از سیاست فمینیستی مترقی؟ در واقع جغرافیای ایران به نظرم میاد که یک مسئله چند مرکزی بودن جنبش زنانه، حالا رفقان به شیوه‌های مختلف بهش اشاره کردن، این فقط یه صورتبندی دیگه است ازش. اونم این که در واقع قیام ژینا نشون داد که ما دیگه به سبک در واقع اون سبک غالب جنبش فمینیستی که یک مرکز براش تعریف می‌کردیم مواجه نیستیم. ما داریم مرکز زدایی می‌کنیم از جنبش فمینیستی و به جنبش فمینیستی چند مرکزی نیاز داریم که بتونه اشکال در واقع متنوع تجربه زیسته زنان رو به رسمیت بشناسه، از جمله استعمار. مسئله استعمار برای فمینیسم خب مرکز طبیعیه، مسئله نیست چون تو موقعیت برتره، ولی برای فمینیست های کرد، بلوچ، عرب شما ازشون بپرسین اینا مسئله مهمی، مواضع جدی دارن در مقابل مسئله استعمار، بنابراین اینها باید جدی گرفته بشه. یا وقتی ما از چند مرکزی صحبت میکنیم دیگه کنشگران زن مناطق حاشیه به کنشگران حادث بدل نمیشن، از کنشگران حادث به کنشگران تاریخی بدل میشن. یعنی اینجوری نیست تصادفاً در واقع روز خاکسپاری ژینا عده زن تصادفاً جمع شن، یک بیانیه فمینیستی بخونن، یک پرفورمانس فمینیست روسری از سر برداشتن داشته باشن و یک شعار فمینیستی داشته باشن. اینا حادث و تصادفی نیست، تاریخیه. در صورتی که تو جریان غالب وقتی که تو استعمار رو در نظر نگیری، کنشگر حاشیه به کنشگر حادث تصادفی تقلیل پیدا میکنه، وجه تاریخیشو از دست میده. بنابراین از نظر من یک جدال اصلی قیام ژینا جدال بر سر تاریخه. در واقع هدف اصلی حاشیه در مشارکت از قیام ژینا نه تنها یک هدف فمینیستی، یک هدف
طبقاتی، یک هدف مبارزه علیه قطعا جمهوری اسلامی زن ستیزه، ولی یک هدف اصلیش هم علیه استعماره. و این چجوری خودش رو نشون میده؟ از طریق بازپسگیری تاریخ، زنده کردن تمام اون چه که گذشته بوده. گذشته به اندازه آینده مهمه. آلترناتیو سیاسی در مقابل رو کردن تمام تاریخی که تو بلوچستان، تو کردستان، تو مناطق عرب نشین و مناطق دیگه کشور اتفاق افتاده. بنابراین برعکس چیزی که خیلی از رفقا، از جمله رفقای چپ اتفاقا تو این روزها مرتب یادآوری میکنه، اصلا مبارزه تو حاشیه مبارزه هویتی نیست. مبارزه به شدت متریالیستی و تاریخی و بنیانهای مادی داره. اون خواستهایی که در واقع خواست استعمار ستیزی مبتنی هستن. بنابراین ما لازم داریم که این نگاه خطی به تاریخ رو کنار بذاریم و از این نگاه متکثر بتونیم صحبت کنیم که بتونیم در واقع جغرافیای ستم رو پوشش بدیم تا حدی که میتونیم. حالا این چجوری خودشون نشون میده؟ یه بخشی عمده‌ای که اونجا خودشون نشون میده اینه که این در واقع تکثر باعث میشه که ما اولویت‌های متفاوت زنان رو هم در نظر بگیریم. حالا شما تصور کنید من فرانسه هستم، شما در سوئد. مسئله حجاب اجباری خیلی بنال و پیش پا افتاده است برای زنای غربی، هیچ وقت باش مواجه نبودن، ولی ما کشته میشن خواهرامون به خاطر حجاب اجباری. در مورد مناطق داخل کشورم همینطوره. ممکنه برای ما خیلی پیش پا افتاده باشه که یک نفر به خاطر رفتن آب آوردن از سر چشمه دختر کشته میشه، ولی هم به عنوان کودک هم به عنوان زن در واقع به خاطر اینکه نمیتونه دسترسی داشته باشه به آب آشامیدنی سالم کشته میشه. ببینید در صورتی که برای مناطق دیگه کشور ممکن درکی از این تجربه ها نداشته باشن. پس تماما خود کنشگران اون مناطق هستن که تعیین میکنن اولویتاشون چیه. دیگران نمیتونن به عنوان دیگری بزرگ این رو از قبل تعیین کنن. یه مشکلی که تو جنبش زنان بود از قبل سالها این بود که برای مدت‌های طولانی در واقع مبارزات، مثلا مبارزات زنان کرد برای مسئله ستم ملی، مبارزه نظامی، مبارزه حزبی، یا مبارزات زنان عرب برای زبان مادری، یا مبارزه زنان بلوچ برای آب آشامیدنی، مبارزه فمینیستی محسوب نمیشد. مبارزه محسوب میشد، مبارزه فمینیستی محسوب نمیشد. ما گذار کردیم خوشبختانه، یعنی من امیدوارم گذار کرده باشیم و فقط هم از قیام ژینا شروع نشده. بخش عمده از فمینیست‌های مترقی از جمله فمینیست‌های چپی که این سالها کار کردن، بیدارزنی، پلتفرم‌های دیگه که کار کردن رو مسئله طبقه، تونستن از خلال مسئله در واقع طبقات پایین بتونن این بحث رو دوباره رو بیارن. بنابراین اینها خودش نقش داشت تو جنبش ژینا، ولی نگهداری ازشون هم به همون اندازه مهمه. این که ما بتونیم در مقابل تمام دیسکورس‌های مرسالاری که در غالب میشه بتونیم دفاع کنیم از این دیسکورس فراگیری که بتونه اتفاقا تجربه طرد شده زنایی که تا الان دیده نشده رو بتونه دوباره رو بیاره. یک چیز دیگه هم که هست، ما با زمانبندی‌های تاریخی مواجهیم از یه طرف، ولی از یه طرف دیگه ما با ناهمزمانی تاریخی بین مرکز و حاشیه مواجهیم. یعنی چی؟ یعنی برای یه مثال در واقع بزنم در مورد کردستان که خودم شناخت بیشتری ازش دارم، اینه که نقطه شروع زمان تاریخی، یعنی خواست سقوط رژیم به معنای انقلابیش تو کردستان از 57 شروع شده، از اون نه بزرگ، و تا به امروز ادامه داشته. در صورتی که در واقع برای اکثریت مناطق مرکزی کشور این نقطه شروع انقلابی از سال 2017 بود و بعد از شروع مسئله دختران انقلاب. یا به همون شکل مسئله در واقع اون نقطه تاریخی پیوند با مبارزه زنان باز هم تو کردستان پیوند نمیخوره به کمپین 1 میلیون امضا. به قبل از اون به مبارزه زنان کماله، به مبارزه زنان دیگه تو احزاب سیاسی پیوند میخوره، ولی چون این تجربه حزبی تو مناطق دیگه نیست، کمپین 1 میلیون امضایی که در واقع نقطه ثقل مبارزاتی در نظر گرفته میشه. این ناهمزمانی های تاریخی باعث میشن که ما ناچار بشیم در واقع هم به یه معرفت شناسی متکثر رو بیایم، هم به یه سیاست استراتژیک فمینیستی، یک سیاست فمینیستی مترقی متکثر رو بیاریم که بتونیم اینا رو در دیالوگ با همدیگه قرار بدیم. تمام وقایعی که تو کردستان تو قیام ژینا اتفاق افتادن در دیالوگ با 57 بودن، انقلاب 57. وقتی وسط 3 روز پرشور خیزش در مهاباد که اون همه کشته داد، همه تو جمعیت میشینن با بلندگوهای بزرگ ریخبات رو میخونن که یه آهنگ خیلی معروفه مثلا حزب کمال است اون دوره و همه شهر با هم میخوننش، بقیه کشور درکی ازش نداره ریخبات اصلا چی از کجا میاد. ما این ناهمزمانی تاریخی رو خیلی بهتر و ملموس‌تر میفهمیم و اونجاست که میفهمیم باید به رسمیت شناخته بشن این ناهمزمانی‌های تاریخی. و واژه انقلاب هم برای همین بود. سالها واژه انقلاب تابو بود خیلی از که جای کشور، در صورتی که ما از بچگی تو کردستان منتظر بودیم این اتفاق بیفته، این انقلاب فقط هی داشت به چرخی میافتاد. بنابراین
این ناهمزمانی تاریخی میتونه خود وقوع قیام ژینا رو هم در واقع بهمون نشون بده. اگر اون اتفاق افتاد تو اون روز به خاطر این بود که در واقع قیام 2017 قیام علیه حجاب اجباری در مرکز کشور که خیلی بیشتر تو مرکز کشور بود و همزمان قیام به حاشیه رفتگان دیمای 96 که شاهین جان هم بهش اشاره کرد، قیام تو مناطق کردستان و مناطق عرب نشین بود بیشتر. این دوتا قیام در واقع هر دوتا تزریق میکنن بخشی از پرسش‌های سیاسی رو به جامعه ایران و تو سال 2022 اینا به هم گره میخورن. چرا؟ اونا تو کردستان تونستن به هم گره بخورن به خاطر اینکه سنت جنبش‌های اجتماعی بود. جنبش‌های اجتماعی به شکل جامعه شناختی فقط وقتی میتونن تعین پیدا کنن، بتونن بروز پیدا کنن که شرایط مادی امکان بروزشون باشه. شرایط مادی بروز همچین تلاقی این جنبش‌ها در واقع تو کردستان بود و ما نیاز داریم که از این مراقبت کنیم، از این محافظت کنیم از طریق به رسمیت شناختن همین فرم‌های متکثر. هر کنشگری بتونه اشکال مترقی کنشگری خودش رو در جغرافی سیاسی که هست پیش ببره. اینها در لحظه‌ای به شکل مادی به هم گره می‌کنن اگر تلاش کنیم برای پیوند خوردن در واقع اونها در بستری که یک زمانی ممکنه از خلال مبارزه شکل بگیره، نه پیشاپیش. خیلی وقتم کمه، فقط به نکات مهم اشاره میکنم. یه چیزی که خیلی مهم بود تو اون لحظه تاریخی تو کردستان، امر محلی، یعنی شعار ژنژیان آزادی که قبلا تو کانتکست محلی بود، خیلی یه ویدیویش خیلی از شما احتمالاً ندیدین. 8 مارس چند ماه قبل از قیام ژینا زنای سنندج میرن توی تپه، زن و بچه و مرد و همه با هم میگن ژنژیان آزادی، کلی هم شعار علیه خشونت علیه زنان میزنن. ممکن بود 10 سال دیگه هم نشنوین، به خاطر اینکه اگر قیام ژینا اتفاق نمیافتاد امر لوکال، امر محلی، امر کردستان بس نمیشد به امر فراتر از خودش. ولی وقتی تجمیع میشن تمام نیروهای سیاسی، اونجا میتونن این امکان رو بدن که امر محلی از خودش فراتر بره و همزمان امر ملی بتونه یه نگاه دیگه‌ای به در واقع حاشیه داشته باشه، بتونه یه رفت و برگشت دیالکتیکی داریم ما بین امر محلی و امر لوکال. اینجاست که دیگه وقتی از تفاوت و از شباهت‌ها صحبت می‌کنیم مجبور نیستیم یکی رو به قیمت دیگری از بین ببریم. ما تو رفت و برگشت دیالوگ مرتب سیاسی و تئوری بین این دوتا هستیم که همدیگر رو تغذیه میکنن. برای همینم شاید روش‌ها و استراتژی سیاسی و فمینیستی لزوما یکی نیستن. من به شخصه فکر میکنم چیزی که به عنوان زن کرد بهش نیاز داریم، چون مسئله ستم ملی خیلی خیلی بحثش میشه تو کردستان، اتفاقا یک روش‌شناسی فمینیستی متریالیستیه. اینکه ما بتونیم به شکل روش‌شناختی بیشتر روش کار کنیم. ولی فکر میکنم مرکز به شدت به فمینیسم ضد استعماری نیاز داره برای اینکه بتونه به رسمیت بشناسه. اتفاقا اون صداهایی که به حاشیه رفتن فقط صدا نیستن، مادیت دارن، ولی تو صدا خودش رو نشون میده مادیت. و یه چیز دیگه هم فقط کوتاه در 2 دقیقه، اونم به تبارهای چندگانه هم میخواستم اشاره کنم. اگر ما از ناهمزمانی تاریخی صحبت میکنیم، یه علتش به خاطر اینکه تبارهای ریشه ها، خاستگاه های مبارزاتی چندگانه است تو مناطق حاشیه نشین. هم ما تو کردستان وصلیم به بخش‌های دیگه کردستان، هم شما تو بلوچستان وصلیم به بخش‌های مختلف بلوچستان و این تبارهای ما چندگانه است، فرامرزیه، فرامحلیه. برای همینم اتفاقا مفهوم ناسیونالیسم با خون و دل درک کردیم و از پیش در واقع باش زاویه داریم، اصلا نیازی به تئوری براش نداریم. ولی این تبارهای چندگانه اتفاقا جنبش زنان کردستان خیلی مثال الهام بخشیه براش، برای اینکه تونسته یک شکلی از همبستگی فرامرزی رو ترسیم کنه که دیگه تو چارچوب ملی فقط نمیمونه، یا تو چارچوب فمینیسم فاندبگی نیست، یا فمینیسم دولتی که فقط مطالبه محور نسبت به دولت مرد که ممکنه هیچ وقت اون مطالبهشو در واقع چیز نکنه، برآورده نکنه. بنابراین بالا به قول فمینیستای هندی، اگر دنبال یه فمینیست سیاست فمینیستی مترقی هستیم که بتونه هم از دیالوگ صحبت کنه، هم رویکرد غیر استعماری داشته باشه، هم افق گسترده همبستگی داشته باشه، ما به این شبکه همبستگی فرامرزی و فرا اتنیکی، ما با بلوچا، با عربا، ما به همچین شبکه‌های نیاز داریم که در مقابل شبکه‌های دولتی و در مقابل شبکه‌های امپریالیستی، حالا اگه اسمشو بذاریم، شبکه‌هایی که از بیرون به ما تحمیل میشن، در واقع قرار میگیرن که تو عراق به فاجعه منجر شد، تو افغانستان به فاجعه منجر شد و هیچ تردیدی من به شخص توش ندارم که تو ایران هم به هیچ سیاست مترقی منجر نمیشه.
آخرین حرف فقط میخواستم در مورد آرشیو هم صحبت کنم. این سیاست فمینیستی رهایی بخش به آرشیو ضد قدرت نیاز داره، به خاطر اینکه همونطور که فریبا جان هم گفتن اینجوری نیست که وقایع اتفاق نیفتاده باشن، اتفاق افتادن، وقایع دیده نشدن، حتی بدتر از اون وقایع ثبت نشدن، چون آرشیو تاریخ یک ملت، تاریخ این ملت ها از بین رفته. همین گلرخ قبادی عزیز اینجاست، 2 تا کتاب خیلی خوب داره که واقعا من توصیه میکنم همه بخونن در مورد روایت زندگی پیشمرگه‌های کمله. اینها ضد قدرتن، اتفاقا آرشیوهای آلترناتیو اینها هستن. گروه دستگاهاران تو بلوچستان که روایت‌های درخشانی از قیام ژینا تا الان منتشر کرده، گروه کردی توار، گروه‌های دیگه که دارن شکل میگیرن، گروه‌های فمینیستی یکی پس از دیگری، اینها باید مبنای آرشیو ما در مقابل آرشیو در واقع غالب باشن که بتونیم یه شکل دیگه ای از در واقع فکر کردن و از خلالشون پیش ببریم و اینها باعث میشه که نه فقط صداشون، خود کنشگران رو هم یک بار دیگه به رسمیت بشناسیم. من بدون مقدمه تموم میکنم. خیلی ممنونم. زوزو سپاس سمیه جان، سپاس. ممنون از سمیه جان. در واقع سمیه در رابطه با سیاست فمینیست رهایی بخش صحبت کردن و صریحاً این را گفتن وقتی ایشون در رابطه با سیاست فمینیست رهایی بخش حرف میزنن به هیچ وجه اشاره‌ای به فمینیست‌های نیولیبرال یا همون فمینیست‌هایی که بر اساس نفی و طرد هستند و در واقع همیشه در جستجوی این هستند که سایه زیر این سیستم کنونی برای خودشون بیابن نیستن و اشاره کردن که سیاست فمینیستی رهایی بخش یک سیاست فمینیستی مترقی است که بر اساس اصل مرکز زدایی و استعمار زدایی است و این استعمار زدایی خودش از طریق باز پس گرفتن تاریخ صورت میگیره، از طریق نگاه کردن به تاریخ نه از یک دید خطی بلکه از یک دید متکثر گرایانه و اینکه ما این در واقع تکثر کنش ها را ببینیم، اینکه ما در جغرافیای سیاسی ایران با ستم‌های در هم تنیده، با تقاطع روابط قدرت مواجه هستیم. از یک طرف ما با کلونیالیسم، با همون استعمار و مشکلات جنسیتی، ملی و طبقاتی هستیم و از طرف دیگر با مشکلاتی که این تقاطع ها رو ببینیم. خیلی ممنون از شما سمیه جون. ما پانلمون رو با پانلیست آخرمون اینجا تقریبا به پایان میرسونیم و بعدش فلور رو واسه شما مخاطبای عزیز باز میکنیم که سوالهای خود را بپرسید. پانلیست آخر ما سوزان کریمی هستن. ایشان نویسنده و فعال فمینیست و عضو شبکه فمینیست ها برای ژینا هستند و امروز در رابطه با مرگپذیری و زندگی خواهی، تکوین و انهدام ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. بفرمایید. خیلی ممنون. راستش خیلی سخت صحبت کردن چون انقدر از ابتدای این کنفرانس داریم روایت‌های جالب، گنجینه‌های تاریخی میشنویم که واقعا اضافه کردن بهش خیلی جسارت میخواد. اما راستش من فکر کردم شاید این پژوهشی که انجام دادم بتونه کمک بکنه برای اینکه اینی که ما همواره میگیم جمهوری اسلامی حکومت فاشیستیه یه ذره فهم پذیرتر بشه. یعنی ما با روایت هایی که از زندان های جمهوری اسلامی میشنویم، تجربه زیستی که از جمهوری اسلامی داریم کاملا شبیه یک حکومت فاشیستی که باید در جغرافیاهای مختلف و در طول تاریخ به رسمیت شناخته بشه به نظرمون میاد، ولی این حالت رو نداره. برای همین من فکر کردم که اگر به این فکر کنیم که لفظ جمهوری کشتار یا به تعبیر شیرکوبیکس جمهوری اعدام اسلامی رو از حالت شاعرانه خودش خارج بکنیم و بخوایم بررسی بکنیم که اساسا نسبت مرگ با این دستگاه حکومتی چیه، شاید به ما کمک بکنه که این رو به شکل سیستماتیک تری درک بکنیم.
بعد از این مقدمه‌ای که من درباره واقعا کارکردهای مرگ برای شکلگیری جمهوری اسلامی و تداوم جمهوری اسلامی صحبت می‌کنم، دلم می‌خواد که دوباره به لحظه جرقه خوردن قیام ژینا برگردم در آخر صحبتم و این رو به تفصیل به این صورت بخونیم. این قیام رو دادخواهی از مرگ یک زن جوان کرد که به خاطر مسئله حجاب به قتل رسید. یعنی این صورتبندی چه تفاوتی خواهد داشتن که بگیم آغاز قیام ژینا، با توجه به اینکه اگر جمهوری اسلامی رو یک دستگاه تولید کننده و تغذیه کننده از مرگ ببینیم. خب یه مقدمه کلی که بخوام بگم، حکومت‌های پیشامدرن معمولاً یک سلطانی داشتن که این میتونست بر اینی که کی بمیره و کی امان زندگی کردن پیدا بکنه تصمیم بگیره. بعداً حکومت‌های مدرن یک شکل سیستماتیکی از کنترل جمعیت رو ساختن که مبتنی بود بر اینی که ما یک نظام مراقبتی و حذفی تعیین می‌کنیم که یک سریا که سوژه‌های مطلوب هستن، سوژه‌های معیار هستن، خوب ازشون نگهداری بشه و یک سریا بدن‌های دور ریختنی بشن، بذاریم که بمیرن. اما فیلسوف پس استعماری آشیل منبه یه چیز دیگه اضافه کرد، گفت این برای توزیع جوامع امروزی کافی نیست، بلکه این جوامع احتیاج دارن که به شکل سیستماتیک یک سری از گروه‌ها رو بکشن. سطح گذاشت چطور اما این بدن مرگ پذیر چیه؟ منبه 2 تا پیش شرط برای وجود این بدن مرگ پذیر میخواد. یکی باید روابط دشمنی یا گفتمان دشمن در اون جامعه برقرار باشه. یکی دیگه باید وضعیت اضطراری اعلام بشه. در وضعیت اضطراریه که دیگه شما مناسبات حقوقی و نمیدونم چانه زنی بر سر زندگی و اینا همه میره روی هوا و شما به حکم این که ما همواره در بحران هستیم میتونید به راحتی و به شکل سیستماتیک آدم کشی کنید. خب من فکر می‌کنم همین 2 تا پیش شرط خیلی کافیه برای ماهایی که زیر سلطه جمهوری اسلامی زندگی کردیم اینو درک کنیم که اساساً جمهوری اسلامی بدون یک وضعیت بحرانی، بدون یک وضعیت اضطراری یا بدون این که ما برای حکومت خدا باید پیشروی بکنیم و بدون وجود دشمن معنادار نیست. پس سر دیگه بدن دور ریختنی یا بدن مرگ پذیر که میشه بدن سلطان رو ما میتونیم در جایگاه ولایت فقیه توی حکومت اسلامی ببینیم. بحث من چیه؟ بحث من اینه که اگر ولایت فقیه چه فرمانده کل قوا باشه چه نباشه مهم نیست. مهم اینه که این حکومت به پوزیشن موقعیت ولایت فقیه احتیاج داره تا بتونه کشتار سیستماتیک، تا بتونه مرگ پذیری گروه‌های متعددی رو که برای بقای خودش ناگزیر از کشتن اونهاست توجیه بکنه. چرا؟ چون ولایت فقیه در وهله اول حتی از ویژگی مثلا فوهرر یا پیشوا توی مثلا آلمان نازی یه پله به نظر من بالاتره، چون اگر اون فقط رئیس ملت بود و در واقع رئیس خانوار و بدنها، ما نماینده خدا هم میبینیم ولی فقیه رو، جایگاه ولی فقیه رو. پس ما با یک فرمان روایی طرفیم که همزمان داره قلمروی امت رو تعیین میکنه، یعنی افرادی که مقبول خدای شیعیان هستن، هم قلمروی ملت رو تعیین میکنه، یعنی حکومت یک پارچه با دولت مرکزی، و هم یک حکومت پدرسالار مبتنی بر برتری جنس مرد که هر آن کس که مشابهت بیشتری به این سیمای ولایت فقیه داشته باشه میتونه یه خورده از این اقتدار رو بگیره و رئیس خانوار بشه. پس میتونیم بگیم که وقتی که خمینی به سر کار اومد تونست به واسطه حالا اون جایگاهی که وجود داشت، به واسطه خیلهای عظیمی از مردم که وای اگر خمینی حکم جهادم بده، که حالا مرد ستیز نیستیم ولی همه این جماعت هایی که فریاد میزدن خمینی هم خب سیمای مردانه ای دارن، تونست جایگاهی رو پیدا بکنه که کسانی رو که خب یه عالمه آدم داره اطرافش که میگن اگه تو بگی ما میمیریم، پس به جایگاه رسید که میتونه افراد دیگر رو هم که نمیخوان بمیرن به سمت مرگ هدایت بکنه و در این رابطه بلافاصله جنگ 8 ساله به یه نحوی انباشت قدرت
مرگ برای جمهوری اسلامی بود. جنگی که 1 میلیون کشته از دو طرفش به جا گذاشت، بلندترین طولانی ترین جنگ قرن 20 بود. طبیعتا زمین رو هموار کرد برای اینکه یک دم و دستگاهی ساخته بشه که به عقیده من ایدئولوژی شیعه، این همه شهید پروری و این همه مثلا این امام مرد آن امام مرد، یک روبنایی برای کارکرد واقعی و عینی و مادی که مرگ داره. پیش از این که بخوام یه ذره بیشتر درباره این کارکرد نمادین یا هویتی جمهوری اسلامی بگم، اینو روشن کنم که اصلا مسئله فقط این نیست که جمهوری اسلامی حکومت آدم کشه و فقط در سطح هویتی این مسئله رو می‌بینیم. 2 تا کارکرد دیگه به غیر از این کارکرد نمادینی که جمهوری اسلامی از مرگ میگیره اگه در نظر بگیریم، من اسمش میذارم کارکرد کنترلی و کارکرد تأمینی. کارکرد کنترلی روشنه، جمهوری اسلامی به اقسام مختلف سرکوب سیاسی رو به وسیله کشتار انجام میده. تو 3 روز 1500 نفر رو میکشه، اعدام‌های 3 دقیقه‌ای دست اعدام میکنه و چی رو القا میکنه که اگر تو مخالف بالقوه منی سرنوشت تو مرگه. پس میتونه تداوم خودش رو بر مبنای این سیمای مرگندود خودش تضمین بکنه. اما یه کارکرد بسیار مادی دیگه هم داره که ما از جنگ یا حتی میشه گفت از زمان سینما رکس که حالا باید تصدیق تاریخش رو بکنه تا همین امروز، تا خود مسئله شاه چراغ، میبینیم که جمهوری اسلامی استفاده عینی میکنه از مرگ برای این که یک مهمی که میتونه با ابزار دیگه هم تامین بشه، با مرگ یه عده زیادی تامین بشه تا فواید ژئوپلیتیکی و فواید اقتصادی به دست بیاره. نمونهش کرونا، 17,000 مرگ اضافه میدیم، بودجهش رو نگه میداریم. کربلای 4 توی زمان جنگ 20,000 سرباز رو میفرستیم برن یه جا قربانی بشن و بعدن میگیم میخواستیم دشمن رو گمراه بکنیم. پس میبینیم که واقعا یک سرمایه مادی به وسیله این دسترس پذیری مرگ برای جمهوری اسلامی مطرحه. و از طرف دیگه هم خب باز برمیگردیم به اینکه چه سلسله مراتب یا چه ساختار سیاسی رو جمهوری اسلامی با این قضیه مرگ پذیری میتونه تامین بکنه. اگر که بهش فکر بکنیم، من فکر کنم تو همین قیام ژینا این خیلی مسئله بارزی شد برای ما، یا و حالا همه دوستان هم خیلی بهش اشاره کردن که ما داریم از کسانی صحبت میکنیم که سالها دشمن داخلی ملت یک پارچه جمهوری اسلامی تلقی شدن. بسیار جالبه که حکم اعدامی که به این حجم از فعالین سیاسی خصوصا حاشیه اطلاق می‌شده حکم جنگ با خدا بوده، حکم محاربه بوده. و چیزی که بارزه اینه که کشتار این مبارزان سیاسی بسیار تسهیل شده تر بوده تا فرض کنید مبارزه سیاسی که در مرکز وجود داشته. پس یک نوع بدن مرگپذیر رو ما در مبارزه سیاسی حاشیه‌نشین دیدیم. بدن مرگپذیر دیگه چیه؟ ببخشید کلی رو نگفتم که خب چون پیشاپیش میدونیم دیگه کافر حکمش قطع هست، یعنی در مورد امت، و درباره ملت هم گفتم. اما در مسئله خانه ما با کشتار سیستماتیک زنها مواجه هستیم. مسئله قتل ناموسی فقط مسئله یک زن و یک زن دیگه نیست. مسئله اینه که کشتار زن در ایران توجیه قانونی داره، اگر که به دست نزدیکان بشه، یا اگر که به جرم زنای محسنه باشه، یا اگر که حین دفاع از تجاوز باشه. پس ما دقیقاً با یک سوژه‌ای روبرویم که مثل شبیه سوژه یهودی، مثل سوژه‌ای که در خیلی از حکومت‌های استعماری و نژاد پرسته مرگش بسیار راحته، بسیار راحت میتونه کشته بشه. جالبی اینه که یه جورج آگامبن، یک فیلسوف، میاد میگه که این تمایز بین داخل و خارج، یا این تمایز بین انسانی که کشتنش انقدر راحته یا نه، بهش میگه انسان کمپ، نوموس زمین سیاسیه. نوموس واژه بسیار باستانیه به معنی قانون یا متر و معیار این که ما یک زمین سیاسی رو تعیین بکنیم، و ریشه واژه ناموس همین واژه است. جالبیش اینه که این واژه در یکی دیگه از ریشه هایی که داره معنی سرور و فرمانروا رو هم میده. پس ما میتونیم به این فکر کنیم که وجود مسئله ناموس طی این سیستم تو در تویی که من سعی کردم ترسیم بکنم پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه. در واقع ناموسی باید باشه تا قدرت مطلقه معنا پیدا بکنه، و در این حالت به چه صورت در میاد که دیگه حجاب بر سر زن ایرانی مسئله حجاب نیست. اون حجاب داره هر لحظه حضور سلطان رو، حضور فرمانروا رو یادآوری میکنه. یعنی داره میگه که اگر من دارم در سطح شهر تردد میکنم،
این به این معنی نیستش که قلمرو خانگی فرمان روای خودم رو رها کردم. مثل همون ستاره زرد که مثلا یهودی مگه میخواست از کمپ خارج بشه باید به دستش میبست، پس زن در واقع متعلق به ولی فقیه هم مجبور یک نشان به این صورتی داشته باشه. حالا کارکرد پدرسالاری از این نظر خیلی جالبه، یعنی در واقع بر مبنای شباهت کار میکنه. چیزی که برای ما مسئله است که بدونیم و لازمه که با رفقای مردمون یا با همونطوری که سما داشت اشاره میکرد به تاریخ‌های متفاوت خودمون برگردیم، اینه که در طول سیستم‌های ستم در جغرافی‌های مختلف، حالا به ویژه ایران، مردها یا سرپرست‌های خانوار به شدت این باج رو حتی به شکل ناخودآگاه قبول می‌کنن که در ازای یک بخش کوچکی از اتوریته حکومت رو یا اون تمام اون ساختار از پیش موجود رو باز تولید بکنن. این حالت فکر میکنم درباره مرکز و پیرامون هم معنادار باشه. یعنی شما در واقع در ازای یک امتیازی که میگیری در واقع داری زمین مبارزه خودت رو گل‌آلود میکنی. شاید اینجا صورتبندی من یکم متفاوت‌تر باشه، البته در همین راستایی که دوستان گفتن در مورد فمینیسم ضد استعماری یک قدم جلوتر میرم. مسئله اصلا دیگه فقط شنیدن صدای فعال حاشیه نیست، مسئله شنیدن صدای زنی که با اقسام ستم مبارزه میکنه نیست، مسئله ناگزیری از شنیدن این صدا. چرا؟ چون اگر یکی از این قلمروها رو ول کنم، در واقع این دستگاه مرگ به بازتولید خودش ادامه میده. برای همین این به این شکل نیست که مثلا فمینیست مرکز نشین جا بده به فمینیست حاشیه‌ای که تمام این لایه‌های ستم رو تحریک کرده، بلکه ناگزیره ازش. یعنی اگر میخواد که این دستگاه بیفته، مجبوره که به سراغ فمینیست در حاشیه بره. و بعد دوباره همین به گفتمان دشمنی میتونیم فکر کنیم توی شرایطی که شرایط اضطراری به نظر بیاد. ببخشید من چقدر وقت دارم؟ 3 دقیقه. خیلی خوب. پس مرسی. آره مشابه این مسئله ناموس و مسئله در واقع اینی که بدن زن میتونه زمین حکمرانی و فرمانروایی سیاسی رو برای یک موجودی که فقط یک جایگاهه و در واقع اصلا بدن نیست، یعنی همونقدر که یک زن یک بدن کشتنی انگار همیشه فقط بدن خودشه و یک موقعیت سیاسی نداره، ما با ولایت فقیه طرفیم که انگار اصلا بدن نداره، فقط یه چیز سیاسیه. من فکر کنم برای خیلی از ماها عجیب بود وقتی که علی خامنه‌ای تصویر واکسن زدنش منتشر شد. برای من خیلی تصویر جا خوردم که اینم بازوی برهنه داره، یعنی اصلا فکر نمی‌کردی که مثلا این هم یه آدمه انگار، ولی اینطور بود. بنابراین من فکر کنم که این مبارزه، این همگرایی بدنهایی که به هم میپیوندن و زندگی رو اعاده میکنن، یک نوع مبارزه برگشت ناپذیر در علیه جمهوری اسلامی که همونطوری که سما گفت، همونطوری که دوستان گفتم، مراقبت میخواد، ولی شاید مراقبتش در یک سری تعیین استراتژیه، در همین صیانت از سیاست‌های مترقی بدن و در عین زندگی خواهیه، در عین اینه که مبارزه کردن بر سر اینکه من نمیخوام هیچ بدنی، چه با حجاب چه با هیچ چیز دیگه نشاندار بشه، نمیخوام هیچ بدنی در این جامعه حضور یک اتوریته دیگر رو برای من یادآوری کنه. ضمن اینکه خب این بدن میتونه فقط با ظاهر نباشه، میتونه با لهجه باشه. من اگر اینو نشاندار میکنم یعنی دارم صحه میذارم بر اینی که یک قدرت تفکیک کننده‌ای وجود داره و من هر جاییم خودمو علیهش تعریف میکنم دارم باز تولیدش میکنم. بنابراین من فکر میکنم که طی همین جمله‌ای که قیام ژینا رو دادخواهی از مرگ یک زن جوان پر از زندگی کرد بر سر مسئله حجاب ببینیم و سر این وایسیم، به ما کمک میکنه. چرا؟ چون دادخواهی یعنی چی؟ دادخواهی یعنی این که او کشته شد، من میدانم او کشته شد و او نباید کشته میشد و من هنوز زنده‌ام. این فکر میکنم یک حرکت در طول زمان و یک حرکت همگرایانه رو که من بر این ظلمی که رفته واقفم و این رو میذارم که در زندگیم تغییر ایجاد کنه، میتونه به ما در سطح بسیار کلانتری از سیاست ورزی یا سیاست فمینیستی هم
کمک بکنه. و حرفمو باز با همین شعر شیرکوبی کس تموم میکنم که جمهوری اعدامی اسلامی، از رویا تا شعر، از شعر تا زن، از زن تا نان و تا آب و تا گل و تا چشمه، چه چیز را به دار نکشید؟ آینده و آزادی را، آینده و آزادی را هرگز به دار نتوانست کشید. با تشکر از سوزان عزیز. در واقع سوزان بحث کلیشون این بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به مانند یک دستگاه قدرت برگپذیر است و سعی کرده که از طریق این مرگپذیری بر بقای قدرت و موجودیت خودش تداوم ببخشه و از ایده های متفاوتی در این راستا بهره برداری کرده، از جمله ایده اینکه ایشون ولایت فقیه بر اساس ایدئولوژی شیعیسم و اسلامیسم است و در جنگ با کافران و کسانی که این عقاید را ندارند و در زیر نام کافر بودن این دستگاه در واقع یا ماشین مرگ خودش رو ادامه داده. از ناموس استفاده ابزاری کرده برای اینکه این سیستم و ذهنیت مرسالاری را در تمام لایه‌های جامعه در واقع نهادینه کنه و در این راستا حتی مردها دارن و شاید جا دارد که بگیم مردها هم قربانی این سیستم شدن و تحت سلطه این اتوریته قرار گرفتن و به صورت خودآگاه و ناخودآگاه دارن این اتوریته حاکمیت را در خانواده و جامعه بازتولید میکنن. بسیار متشکرم از سخنرانان عزیزمون